افتادن آریانا سعید در روی استیج در کنسرت جدیدش. کنسرت جدید آریانا سعید در کدام کشور برگزار شده است؟ قهری عصیب از آریانا سعید و افشای حقایق تازه آریانا سعید در کشور استرالیا. استقبال و نقد مردم افغان در کشور استرالیا از آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام بر کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدای افغان، هنرمند بی‌بدیل، ناماشنا و محبوب افغانستان بوده است و شهرت و محبوبیت هنریش را بعد از سرودن آهنگ افغان پسرک و اجرای کنسرتی در افغانستان و سرودن آهنگ‌های محلی به دست آورد. آریانا سعید علاقمندان فراوانش را در میان مردم افغانستان، تاجیکستان و ایران دارد. آریانا همه ساله کنسرت‌های پرشکوهش را در سرتاسر جهان و استندردهای بین المللی برگزار می‌کند. آریانا سعید دوستداران و منتقدان هنری خاص خودش را داشته است و جدیداً در کشور استرالیا کنسرت‌های پی در پیش را برگزار کرد که بهترین هنرمندان افغان در کنسرت‌های وی اشتراک کردند. آریانا سعید علاقمندان و طرفدارانش را در این کنسرت با اجرای آهنگ‌های جدیدش شاد ساخت، ولی در لحظه آریانا سعید روی استیج می‌افتد و با کمک عصیب دوباره از استیج بلند می‌شود، ولی تاکنون معلوم نیست دلیل افتادن آریانا سعید بر روی استیج چی بوده است. ولی آریانا از تمامی دوستداران و علاقمندانش که در این کنسرت اشتراک کرده بود معذرت خواهی کرد، ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامت برای شما خوبان تمنا دارم. تا درود دیگر همتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.